داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. طوفان. بعد شاید 4 سالا انسان به روی زمین باز بود. آوان باز خشن و ستمکار بودند. پس خداوند تصمیم گرفت که کل زمین را گو عظیم سیلا نابود کند. در یه وسط نوح خدای لطفا قرار گرفت. نوح درست کارد در بین مردم که ستمکارتند. خدا نوح را شبوتی تصمیم آگاه کرد. خداوند به نوح فرمان داد تو یا قایق جور کند. خدا به نوح فرمان داد که قایق به دراجی 140 متر و به عرض 23 متر و به ارتفاع 13.5 متر جور کند. نوح باید کشتی گدرخت سروه لتا و در 3 طبقه که بازین اتاق و پنجره داشته بید جور کند. کشتی باید پنوح و آیی خانواده و شهر نو حیوان که شخوشکی یاتند مکانی داشته بید. نوح خدا اطاعت کرد. نوح و آیی 3 زاگ اما رنگ که خدا دستور دادد کشتی را جورش کرد. کشتی جور کردن سالها طول کشید چون باز توت. نوح به مردم هشدار دادد که سیلکت و باید به خدای طرف برگردند. اما آوان هر چه که نوح گوشتد باورش نکو. خدا همچنین فرمان داد که نوح و آیی خانواده به اندازه کافی غذا، تاوت و پهیوانان جمع آوری کنند. وقتی که مچ چیز آماده بود خدا به نوح گوشت هنون وقت رسته که تی همسر و تی 3 بچک و تی نشار به کشتی تها داخل بیند. آوان 8 نفرتند. خدا شهر حیوان 1 جفت نر و 1 جفت مادک به نوح طرفا دیم داد. بنابراین آوان تو آنتش به کشتی ته داخل بیند و در وقتا که سیلکت در امان بیند. خدا پنوح 7 جفت نر و 7 جفت مادگن حیوان که آوانی گوشت حلالتند و قربانی کرتن دیم داد. زمانی که آوان به کشتی تها وارد بودند خدا کشتی درا به راوانی سرا بست و هور شروع بود و تا 40 روز و 40 شب که یکسر بدون توقف ادامه داشت و آب کم کم زمین را گرفت و مچ چیز حتی تو هنکو هم داپانی چرا شدند. تمام جاندار که در خشکی تها زندگی شکرد هلاک بودند به غیر شه نوحی خاندان و همه حیوان که به کشتی تها حتتند. کشتی به آبانی سرا شناور بود و مچ چیز که کشتی تها حتت شغرق بودند در امانت. بعد شایی که هور گوشتاد کشتی به مدت 5 ماهت که بر آب سرا شناورد و سپس 1 روز کشتی کوه سرا ثابت گوشتاد و در یه زمان به آب تا کم کم جال شد. اما جهان هنگت به آب چرا حتت. بعدش 3 ماها کوهانی قله ودیه بودند. بعدش 40 روچا که گوستد 1 نو کلاگی را دیم داد تا بگندی که زمین خشک بوده. کلاگ پرواز کرد و گشت تا خشکین زمینی پیدا کند اما هیچ جایی خشکی ودی نکرد. بعد شایی نو کپویت را دیم داد اما کپویت هم نتوانست خشکین زمینی ودی کند و به نوح طرف برگشت. 1 هفته بعد نوح هما کپویت را دیم داد و کپویت گو زیتون برگاه که تازه ات و به وطی منقاره داشت به کشتی تها برگشت. آب به زمین تها شدد و گیاهان رشدش کردد. نوح 1 هفته دیگه منتظر ماند و باز هما کپویت را پس ومین گشتا دیم داد. زمین آب خشک بودد و کپویت هاوت خشکین جای ودی کردد. بعد 2 ماه خداوند به نوح فرمان داد تا وطی خانواده گرد حیوانان شکشتی تا خارج بید. بارور بید، زاگ بیارد و زمین را پر کند. بنابراین نوح و آیی خانواده شکشتی تا خارج بودند. بعد شایی که نوح کشتی را ترک کرد، قربانگاه جورکو و شهر حیوان و پرندگان که گوشتش حلالتند فرادا قربانی کرد و خدا نوح کارا خوشنود بود و نوح خاندان برکت داد. خدا فرمان و وعده داد که من دیگه زمین را به انسانی شیطانی این اعمال که انجام دادند و یا به خاطر انسانی که آیی دل شجوانی به گناه طرف مایل است لعنت نکنین. و بعد خدا اولین رنگین کمان در آسمان
و نشانه عهد و پیمان نهشت و هر وقت که رنگین کمان در آسمان ظاهر بید، خداوند همان پیمان را که گو انسان بستد به یاد آورید. داستانی برگرفته، کتاب مقدس، کتاب پیدایش، فصلهای 6 و 8.